که چیزی که میتونم بگم در مورد فیلم این هستش که الان توی دنیا آدما اختلاف نظر زیادی با هم دیگه پیدا کردن، برخلاف گذشته که با همدیگه بهتر همدیگه رو درک میکردن. الان درک متقابل برای مردم یه خورده مشکل شده و فیلم من سعی میکنه که به همه بگه که ما این اختلاف ها رو میتونیم داشته باشیم، حتی خیلی زیاد، ولی باید یاد بگیریم که کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم. فکر میکنم تو خلقتم اینجوریه. من از بچگی آدم کنجکاو و شلوغی بودم و بعدها هم که بزرگتر شدم همین ویژگی رو با خودم داشتم. یعنی در کشور خودم هم میگن که تو آدمی هستی که همیشه به خطوط قرمز نزدیک میشی و همه بهم توصیه میکنن که این کارو نکن و فاصله بگیر از خطوط قرمز. ولی من فکر میکنم که زندگی جذابیتش و شیرینیش به اینه که تو روی لبه باریک حرکت بکنی، وگرنه تو سطحی که به اندازه کافی وسعت داره خب همه میتونن راه برن. به نظر من هنر اینه که شما بتونید روی یک طناب باریک حرکت کنید و جوری تعادلتون رو حفظ کنید که از هیچ طرف نیفتین دیگه. اگه بخوام بگم که یک پیام داره فیلم، فکر میکنم که همون چیزی که قبلا بهش اشاره کردم، در واقع فیلم میخواد بگه که آدم ها نباید نسبت به دانسته هاشون خیلی اطمینان داشته باشن و فکر نکنن که هر آن چیزی که نزدش اونهاست حقیقت کامله. واقعیت اینه که حقیقت نزد همه کسه، یعنی همه با همدیگه به اون حقیقت دست پیدا میکنن و هر کسی پیش خودش بخشی از حقیقت رو داره. وقتی همه با همدیگه عقایدشون رو در کنار هم قرار میگیرن، حالا حقیقت جلوه میکنه. فکر میکنم همین الانم یه نوعی فامیلم هست، یعنی اینکه به هر حال آدم با کاراکترهای فیلمش خیلی احساس نزدیکی میکنه و چیزی که بهش میگفتم اینه که یه مقداری توی رفتارش با دیگران باید تجدید نظر کنه، باید نوعی برخورد کنه که احساس این رو نداشته باشه که بهترین مخلوق خداوند روی زمین و بهتر از اون وجود نداره. بعضی وقتا چیزی که فکرشو نمی کنی، یعنی اصلا تصور نمی کنی که آدم ها ممکنه که چه ویژگی هایی داشته باشن، چه امتیازهایی داشته باشن، در طول زندگی به تدریج متوجه میشین که خیلی ها میتونن از تو بهتر باشن و انقدر خدا مخلوقات مختلف داره، انسانهای مختلف خلق کرده که هر کدومشون توی خصوصیت منحصر به فرد ویژه میشن، ممتاز میشن و آدمای خاصی به نظر میاد و به همین خاطر هستش که آدما میتونن در کنار همدیگه به یک ویژگی خیلی خاص دست پیدا بکنن، یک دنیای خیلی ویژه رو در کنار همدیگه بسازن به خاطر قدرت‌های مختلفی که خداوند به تک تک آدم‌ها داده. یعنی هر کسی توانایی داره که در دیگری قطعاً پیدا نمیشه و این توانایی‌ها وقتی کنار هم قرار میگیره میتونه انسان‌ها رو موفق کنه، زندگی رو در روی کره زمین و بین انسان‌ها موفق کنه.